برارت و تو گناه بکه و ته او رو و دمین خود و خطاش وش گوش زد کو. ار حرفت قبول کرد برارت دواره و دست آوردیه، اما ار زیر بار نرد یک یا دو نفر هنی و خود بر تا هر حرف و شهادت دو یا سه شاهد ثابت بوه. ار نهاس و ونو هم گوش بکه و کلیسا دمینه بنی و ار زیر بار کلیسا هم نرد او سه و او چی بیگونه یا خراجگیر رفتار کو. حقیقت به شما مم، هر چی که ده زمی بونید ده آسمو بستموه و هر چی ده زمی وا بکید ده آسمو وا کردموه. دواره به شما مم که هر وقت دو نفر ده شما ده ریز زمی ده باره هر چی که بهان و یک یه دل بان بوه مکه ده آسمونه سیشو و انجام میرسونه. سی یک جایی که دو یا سه نفر و نوم ما جمع بوان ما او چه دمینشو حاضرم. پتروس و ته عیسی اوما و پرسی ای آقا تا چند گلر برارم و ما گناه بکه باید ونه ببخشم؟ آیا تا 7 گل؟ عیسی وش جوده و چی مهم؟ نه 7 گل بلکه 70 مرتبه 7 گل. زوتا موه پادشاهی آسمونه و شای تشبیه کرد که تصمیم گرفت و نوکریا خوش تصویه حساب بکه. وقتی شروع و حساب کتو کرد شخصی نوتش آوردن که میلیون ها میلیون و شاب بدهکار بی. اما سیک و نمیتونست قرط خوش بیه، اربابش دستور ده اون و زن و بچه و تمام دار و ندارش بفروشن تا طلب نده او بسونه. نوکر جلو پا ارباب بری زونی افتا و با لالکوهاس گفت و من مولت به تا تمام قرط خوم وط بیم. ارباب دلش به حال او سوخت و قرط اون بخشی و آزادش کرد. اما وقتی که این نوکر دوچه میرت و در یکی ده همکاریا خوش دی که 100 دینار قد 3 ماه حقوق بش بدهکار بی و نگریتو چنگ میاد تشنیشو گود قرط خود و ما به. همکارش جلو پا او و ریزونی افتا و با لالکوهاس گود و من مولت به تا تمام قرط خوم وط بیم. اما او زیر بار نرد بلکه رد و اون و زندو ون تا قرط خوش بیه. موقعی که باقی نوکریا ای جریان دیین خیلی ناراحت بیین و ته ارباب خوش و راتن کل ماجران سی او گوتن. ارباب اون نوکر نوته خوش هنا کرد و گوت ای نوکر شرو مرمه به خاطر خواهش تو گرد قرطت نبخشیم. آیا نمی بایست هیوچور که ما به تو رحم کردم تو هم و همکار خود رحم می کردی؟ ارباب تش کرد و اون و زندو ون تا زمانی که گرد قرطش بیه. به ای صورت بوا آسمونی مهم و هر کمد شما چنی رفتار میکرد ار شما هم برار خودتونه دل نبخشید.